مقامات استاپیروف پدری پهلوان شناخته تاجیک کامرانشاه استاپیریان را در یک صدمه نقلیاتی که بر اثر آن ساکن 50 ساله سوخت هلاک شده است گمانبر می‌داند. حادثه شام 10 دکبر در شهرهای دوشنبه چنوق اینجا نزدیکی پل دوستی معروف به ماست خیتای حدود جماعت یاوه ناحیه باباجان غفوروف رخ داده است و به گفته مقامات استاپیروف راننده ماشین کیا اسپورتش این ساکن خوجند را زیر کرده است. در ریاست وزارت کارهای داخلی در ولایت سوخت به رادیو آزادی گفتند که استاپیروف پیاده‌گرد بهرام حاجی 50 ساله را که از طرف راست به چپ راه می‌گذشت پخش کرد. به گفته مقامات در نتیجه پیاده‌گرد از زخم‌های برداشته‌اش وفات کرده است. در راهی که صدمه رخ داده است علامتی راه پیاده‌گرد دیده نمی‌شود و معلوم نیست که بهرام حاجیف چرا از این قسمت راه عبور کرده است. روز 15 دکبر با پیوندان استاپیریان در منزل زیست شخص فوتیده واخوردیم. آنها به خانواده شخص فوتیده کمک مالی کردند ولی نخواستند با ما صحبت کنند. بهادر حاجیف پسر بهرام حاجیف در صحبت برای رادیو آزادی گفت که آن شام انتظار بازگشت پدرش از کار بودند. او در کارخانه سما به حیث استای وسیله‌های برق‌رسانی کار می‌کرده است. این خانواده حالا برای مرگ پدرش جبران طلب دارد. اونم اصل بی تاریکی میکنه ندونم چخیش دیگه خواست خدا کردیم کارش دیگهش اگه ایانش همین که همین حادثه شدگی پدرشان گفتن که این کار من کردی و آدم ازی حالتشان بد بوده است پسر آنشان آمدن که گفتن که بانیچه خور رفتن ما گفتیم معلش نقد شوند و ایشان بیان خدا خیریت بده. در رابطه با این صدمه سنجش را مفتشان ریاستی وزارت کارهای داخلی پیش میبرند. استاپیریان با ماده 212 یعنی ویران کردن قاعده‌های حرکتی راه و استفاده واسطه‌های نقلیات متهم میشوند. استاپیروف پدر ورزشکاران نامی کامرانشاه استاپیریان و فریدون استاپیریان و استاد شناخته ورزش گشتی در تاجیکستان است. و در ناحیه جبار رسولوف و شهر خوجند مکتب‌های ورزشی دارد و به ده‌ها جوان همراه پسرانش نمودهای ورزش گشتی را می‌آموزاند. فرزان محمدی، رادیو آزادی، ناحیه باباجان غفوروف.